روزای دوشنبه بود برنامه 90. من میگفتم که مامان درس داری، مشق داری، مشقاتو بنویس، یه ساعتی بخواب. بلند می‌نشستم باهاش، کلشو نگاه می‌کردم، بعد می‌خوابید. بعد مدرسه داشت دیگه، فرداش کل بازیکنای کل تیم‌ها رو میشناخت و باباش بهش میگفت فردوس پور کوچک. همه رو میشناخت، همه رو دنبال میکرد. از همون کودکی عاشق فوتبال و زمین چمن بود. خودش هم وقت به همین کار کرده بود. از همه برنامه‌های تفریحی و چیزای دیگه‌اش میزد که تو چمن با استقامت و محکم بازی کنه. به هیچ عنوان تو بازی، یعنی اصلا اگه بازیاشو ببینید واقعا میبینید که چجوری مسئولیت پذیر با تمام وجود در خدمت تیم، حرفه‌ای. فقط حیفش بود که زود رفت. یعنی آرزوش بود که ایرانو ببره به جام جهانی و المپیک، ولی زود رفت. وقت فرصت بهش نداد. آره عمرش که این کارا رو بکنه. من تسلیت میگم از طریق قلب. متشکرم. مرسی که هستی. خواهش میکنم. متشکرم. زنده باشی. مرسی.